سلام، وقت بخیر. مرتضی عظیمی هستم از وبسایت فارکس اینسایت با تحلیل و بررسی شاخص دلار همینطور رویدادهای مهم هفته در خدمتتونم. بریم سراغ تقویم اقتصادیمون. دوشنبه 29 ژانویه خبر خیلی مهمی نداریم، اما از روز سه‌شنبه سیل اخبار مهم شروع میشه که حالا بهشون میرسیم. روز سه‌شنبه 30 ژانویه ساعت 11:30 صبح یه دونه خبر توی حوزه یورو داریم. CPI فلش اسپانیا قراره اعلام بشه که خب خیلی اهمیت خاصی نداره، اما بعد از ظهر توی سشن معاملاتی آمریکا ما ساعت 6:30 یه دونه خبر اعتماد مصرف کننده رو داریم و همینطور فرصت‌های شغلی که خب طبیعتا این دوتا خبر میتونن باعث بشن که نمودارها و بازار از همه مهمتر شاخص دلار و به تبع نمودار طلا تغییراتی بکنن. اما روز چهارشنبه که روز خیلی خیلی مهمی برای بازار هست، 31 ژانویه، از بامداد ما کلی خبر داریم تا همینطور انتهای شب که خب بهش الان میرسیم. ما ساعت 4 صبح 3 تا خبر مهم توی حوزه دلار استرالیا داریم، اما از اونها مهمتر 2 تا خبر توی حوزه چین داریم. ساعت 5 صبح شاخص تولیدی مدیران خرید و شاخص غیر تولیدی مدیران خرید هست که خب خیلی روی بازار میتونه تاثیرگذار باشه. توی روز حالا ساعتش مشخص نیست. توی حوزه اروپا و همینطور برای آلمان شاخص اولیه قیمت مصرف کننده رو داریم، اما از این اخبار مهمتر بعد از ظهر شروع میشه. تقریبا میتونیم بگیم سیل خبرها اینجا هست. تغییر اشتغال غیر کشاورزی ساعت 4:45 منتشر میشه. تولید ناخالصی کانادا قرار منتشر بشه. شاخص هزینه اشتغال فصلی قرار منتشر بشه برای آمریکا که خب اینها همشون میتونن روی بازار تاثیرگذار باشن. 2 تا خبر آخرمون ساعت 5 هست. بعد از اون شاخص مدیران خرید شیکاگو رو داریم. لیبلش لیبل متوسطه ولی خب اهمیت داره و از همه مهمتر چیزی که همیشه حالا معامله‌گران منتظرش هستن، ساعت 10:30 نرخ بودجه دولتی رو داریم که خب فعلا اونجوری که گفتنم قراره که تغییری نداشته باشه، همون نرخ قبلی بشه، ولی خب میدونیم دفعه قبلی هم که اعلام شد بدون تغییر بود، اما همون بدون تغییر بودن نرخ باعث شد که بازار یه سری کندلا بزنه، یه سری نوسانا داشته باشه که بتونه یه جهتی رو برای خودش پیدا بکنه. طبیعتا همون 10:30 بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو رو داریم و نهایتا ساعت 11 کنفرانس مطبوعاتی کمیته بازار آزاد فدرال رو داریم که خب طبیعتا مهمترین اخبارمون هستن توی این هفته. اما روز پنجشنبه چطور؟ روز پنجشنبه ما نشست کمیته نظارت وزیران مشترک اوپک رو داریم که خب طبیعتا این رویداد که تمام روز هم برگزار میشه میتونه روی قیمت نفت تاثیرگذار باشه. میدونیم که شرایط نفت الان به چه صورت هست، درگیری ها توی خاورمیانه روی قیمت نفت به شدت تاثیر گذاشته. ساعت 3:30 ما یک سری اخبار داریم حوزه انگلیس که خب از گزارش سیاست پولی داریم، خلاصه سیاست پولی رو داریم، آرای رسمی نرخ بانکی کمیته سیاست پولی انگلیس رو داریم، نرخ رسمی بانک انگلستان رو داریم و بعد از اون ساعت 5 مجدد توی حوزه دلار آمریکا و سشن معاملاتی بازار ایالات متحده ما مطالبات بیکاری آمریکا رو داریم و ساعت 6:30 هم شاخص تولید مدیران خرید مؤسسه مدیریت تامین رو داریم، ISM Manufacturing PMI که خب طبیعتا میتونه برامون اهمیت داشته باشه. اما روز جمعه مجددا کلی خبر داریم توی تایم بازار آمریکا. میانگین درآمد ساعتی ماهیانه رو داریم ساعت 5، تغییر اشتغال غیر کشاورزی رو داریم، نرخ بیکاری رو داریم که اون هم ساعت 5 منتشر میشه و ساعت 6:30 تجدید نظر احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان رو داریم. این اخباری هستن که حالا اولین جمعه هر ماه منتشر میشن، معمولا حالا 2 فوریه جمعه منتشر خواهد شد، میتونن روی بازار خیلی خیلی تاثیر بذارن. این بود رویدادهای مهم هفتمون. بریم سراغ تحلیل نمودار
شاخص دلار. همونجوری که هفته گذشته خودتون هم حتما در جریانش بودید، نمودار دلار نتونست ناحیه مقاومتی 103 625 که تا 104 277 هم ادامه داره رو رد بکنه. از همه مهمتر سد مقاومتی میانگین متحرک 200 روزه رو داشتیم که اون رو هم نتونست عبور کنه. میتونید خیلی واضح ببینید هر بار که نمودار تلاش کرد اون روز به سمت بالا حرکت کنه، یک مسیری رو بگیره، مجدد برگشت و قیمت زیر مووینگ اوریج 200 توی تایم فریم دیلی گیر کرد و از اون بالاتر نرفت. یک بار نمودار تلاش کرد که به سمت پایین بیاد توی روز چهارشنبه، ولی خب اون رو هم مجدد نتونست مسیر بگیره، به روند نزولی که از قبل داشت ادامه بده و فعلا نمودار توی این محدوده گیر کرده. چرا راجع به روند نزولی دارم صحبت میکنم؟ اگر ما این نقطه و این نقطه رو به عنوان آخرین لگ ریزشی توی تایم فریم دیلی در نظر بگیریم، کماکان نمودار ما توی شرایط کاهشی و نزولی قرار داره. ولی خب نمیدونیم، شاید وقتی که بازار روز دوشنبه فردا باز شد نمودار بخواد از اینجا به سمت بالا حرکت کنه و تمام شرایط کاهشی و نزولی حالا هفته های گذشته رو بخواد پشت سر بذاره، یه تستی بده و به سمت بالا حرکت کنه، یا اینکه نه بخواد شرایط رو عوض بکنه، از همینجا به سمت پایین بیاد و مجدد این لگ ریزشی که زده بود رو لگ دومش رو بزنه و روند ریزشیش رو بخواد ادامه بده. شاید هم تا بالای سقف این ناحیه مقاومت بخواد بیاد، از اونجا بخواد برگرده، طبیعتا نمیدونیم. ولی خب قطعا امکان این که نمودار با داده های اقتصادی که توی هفته میخواد بیاد یه جابجایی توش اتفاق بیفته وجود داره. شاید شاخص دلار منتظر اینه که حالا رویدادها منتشر بشن، اون معامله گران منتظر اینن که ببینن شرایط نرخ بهره به چه صورت میشه تا بهتر بتونن برای سال 2024 شون تصمیم گیری بکنن. بنابراین زودتر وارد معامله نمیشیم، صبر میکنیم تا ببینیم شرایط به چه صورت هست، اخبار رو دنبال میکنیم و بهتون پیشنهاد میکنم برای استفاده از همه اخبارها، تحلیلها، مطالب آموزشی، تقویم اقتصادی کاملا فارسی به وبسایتمون سر بزنید تا بتونید به خودتون و به معاملاتتون کمک بکنید که یک لول بالاتر برن. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. وقتتون